سلام به همگی، به چنل من خوش اومدین. بریم ویدیو رو ببینیم. خب با اولین ویدیو شروع میکنیم. چرا ابروهاشون چه؟ دوست پسرم خیلی حتی جذابه. دوست پسرش بستنی اسپانج باب یا حضرت عباس. این چی غیر؟ هر کاری کنیم خود برمیره. یک سگ رو مسخره کرد. ماشین به او زد. صورتی آخه چش بگم میاد. چی بگم والا. خوشم این صندلی ها میاد. خانواده با مزه این. وای 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 وای. از بیخ کنده شد. آره از بیخ کنده شد. what شیر رو انداخت با صورتش. چرا؟ کدوم سمت رو داره نگاه میکنم؟ آی بدم میاد از این زنده خورها، لایف ایتینگ ها که چیزای حقته. زنده آوردش میندازش تو آبجوش. حقته. حقته. باید بگیر زنده نندازی تو آب. به هیچ وقت فکر کنم این چیزا نمیخوره. چی شد؟ چرا نشون نمیده؟ بالاخره تقاس گرفتن. اهمیت ندی از دست میدی. این چه طرز قصه خوردن و بازی ویدیوی زنده. بعد هم میاد زنده حیوونا رو سرخ میکنن یا میخورن. اول ویدیو مشخص عجیب غریبه. کره مصنوعی بدم میاد. از دندون مصنوعی نون رفت زیر دندون. چه سمی آخه. پلنگ های ایران همینا که باعث میشن به ما خیانت بشه. همینا نه. 600 کیلو شکر.
باز رفتیم هندوستان. 65 کیلو شکر. نه که آب نبات توی این بیشتر شبیه کارگاه ماشینه. این چیزا هستن که میری معاینه فنی ماشین میشی. ماشین تو میبری معاینه فنی. چه کشی میاد. خوشگله. دوستان ازش امتحان کنم با اینکه میدونم سگ شاشیده به دیوار. جالب. مراحل آماده سازیش خیلی جالبه. سفید شد. خب این چیه؟ نه که بازم شکر میزنی بهش. با همون دست بلوز. نگاه بلوز تاب پارش. نگاه اینا از در دیوار گه میباره. موز شیر تو جوب با موتور با کفش خورد. والا چه دو گوشی داریم؟ به کجا میریم؟ خط چشم، رژ لب و رنگ مو، ابرو. خط چشم از بالا و پایین دوتا به صورت قطور میکشیم. سیب و ایشه طرز سیب خوردنه. اوی فکم به جاش درد گرفت. شبیه میمونا بود. خدا نرفت خیلی شبیه میمونا بود. دندانساز عجیب در پاکستان. همینجور دندونای اصلا تا به حال کلمه استریل چیزا به ذهنشون نخورده. اینا که اعتماد میکنن میرن زیر دست اینا. موش داره غذا میپزه. موش تو حالم به هم خورد. بازی زنده خورا. یعنی چی آخه؟ چرا باید حیوونا رو زنده بخوری یا زنده سرخ کنی؟ بی‌حرکت شدن کنم کشتشون. اصلا چجوری اینا رو میخورن؟ سم یعنی سم که چه عرض کنم. دوستان عزیز مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. واقعا ویدیوهای حال به هم زنی بودن، مخصوصا دندون مصنوعی. اصلا تا چند روز میدونم تو ذهن منه. چی کار کنم تو ذهنم پاک شه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. سابسکرایب